سلام دوستان، امروز دیگه تصمیم گرفتیم نه شیرینی پزی بیاییم قیرگونی و ایزگام. کار آقای موسوی 300 متر ایزگام داره، تقریبا 200 متر هم قیر. الان آقای خالدی بالا و داره قیرشو میکشه. من اینجا قیر رو داغ کردیم، حالا از پله ها میرم بالا و نشونتون میدم. بریم ببینیم آقای خالدی که داره قیره میکشه چی کار میکنه. کم خستگی داره. این هم ایزگامایه که خریده، ایزگام پشم و شیشه. مارکش مارک خوبیه چون 42 کیلوه. این هم آقای خالدی. خسته نباشی. حالت چطوره؟ واقعا اوستاه. برای هر کاری که باشه ما بهش زنگ میزنیم، کارش خیلی درسته. چه ایزگام، چه قیرگونی، چه دیوار کشی، چی میدونم، بشنه، تو هر کاری اوستاه. جناب آقای خالدی تازه شروع کردیم قیرشو، الان شروع کردیم. فکر کنم 2 ساعت 3 ساعت دیگه انشالله تموم میشه آقای خالدی. 2-3 ساعت دیگه. خب باش، من میرم پایین که قیر رو داغ کنم، بریزم داخل، برام تا چوب تش نگیره ده. خدا نگهدارت. عالیه، به نازانت وجدانم. کارت کار استادونه. ایزگام تقریبا به اندازه 300 متر. حالا اگه بیشتر خواست باید بیاریم. حالا بعداً سرویس ها آماده بشه انشالله سرویس هاش هم کار میکنیم. اینکه تون میرم به خاطر اینکه میترسم چوبی که سر قیر هست آتیش بگیره. به 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 به. چه صدایی.